سلام علیکم. سلام. کم خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی انشاءالله؟ در فامیل چند نفر هستین؟ در فامیل 7 نفر هستیم. بسیار خوب. پدر اولادا چی کار میکنه؟ خودتون کدوم پسر کلان دارین؟ نه بچه کلان میخورد شوی ما بیکار شد کار ما کامل اول کراچی اونجا کار آز نمیکنه. باز پدر اولادا کراچیونی که میکنه توسط زو کراچیونی روزگار زندگی سپری میشه؟ اول میشه کار اون اونجا سالش نمیشه بیکار میتونه میشه روانش. ما با این مشکلات خودتان سردچار هستین، کرایه خانه و غذای روزانه همش خیلی دشوار است پیدا کردنش و 4000 افغانی پول کم نیست که شما کرا بدید و هم توسط کراچیوانی نمیشه که یک مرد کراچیوانی کنه. حداقل در یک روز اگر یک مرد کراچیوانی کنه فکر کنم بیشتر از 100 افغانی 1.5 الی 200 زیاد پیدا نکنه. انشاءالله که مادر قن خداوند ای برکت برده در برنامه های دگام انشاءالله حتما دوستا شما رو در نظر میگیرن. اخلاص و دریا کردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت میکنم مانی. سلام علیکم. کم خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی انشاءالله؟ امیلا خیرتی است؟ روز و روزگار زندگی بخیر سپری میشه؟ السلام علیکم و رحمت الله. دوستای بینایت مهربان، امید داریم که لباس عافیت بر تن داشته باشین. در سلسله کمک های بنیاد خیری باران رحمت امروز در کنار یکی از فامیلای قرار داریم که با مشکلات سربچار هستند و از مشکلات روزانه‌ای که دارن، از مشکلاتی که در زندگی دارن ازشان پرسان میکنیم که با چی مشکلات هستند، در فامیل چند نفر هستند. مادر قن در قدم اول میشه بگویی که در فامیل چند نفر هستین؟ در فامیل 7 نفر. بسیار خوب. پدر اولادا چی کار میکنه؟ خودتون کدوم پسر کلان دارین؟ نه بچه کلان میخورد شوی ما بیکار شد کار ما کامل اول کراچی اونجا کار آز نمیکنه بیکار شده. حالا فامیل یک دوره میکنه که پس میبره بچه خود بچه خود این خانه که زندگی میکنین کرایی است یا سال؟ چند کرا میتین؟ 4000. او رو مانده سرپسمان بی از خانه برای این کرای ما پیدا کرد. چند مکرایتان مانده؟ یک دو ماه مانده. باز پدر اولادا کراچیونی که میکنه توسط زو کراچیونی روزگار زندگی سپری میشه؟ اول میشه کار اون اونجا سالش نمیشه بیکار میتونه میشه روانش. یعنی توسط همون کراچیونی بار انتقال میده؟ موادی از یک جای به دیگه جای بار انتقال میده؟ پسر کلانتان گفتین چند سال است؟ خورد است یک 9 ساله بکار. فقط اون پدر اولادا کار میکنه بس؟ بس دیگه من خودم یک جای بند کارشی انتظار یا مریض خودم منتظر میده دارم. باز فعلا دیجا چند اتاق دارین؟ در اینجا 4 اتاق هست. 4 اتاق هست. 4000 پام کرا میدین. با کراچیوانی که توسط پدر اولادا میشه 4000 کرای خانه، مشکلات غذای روزانه، کلش واقعا که خیلی دشوار است پیدا کردنش. دیگه دوستا از طریق بنیاد خیری باران رحمت برای شما همکاری کردن. امید داریم توسط زی همکاری که ما از این طریق براتون میکنیم بتونیم حداقل یک چند روز از زندگی شما با مشکلات سپری نشه و هر خواهشی که از دوستا داشته باشین، هر مشکلاتی که داشته باشین برای دوستا از طریق کمره بگوین. انشالله که در برنامه‌های بعدی باز هم ما بتوانیم با شما همکاری کنیم. زنده باشه خیر بینیانی خواهش شدم که کمک کنیم که شوی ما بیکار اولادای ما خالص باشه. خودم کالاش یک چیز نیکنم ما نگه نکنم بکنم کنیم. این خواهش ما کمک کنیم. بسیار حتما انشالله دوستا در نظر میگیرن همراهیتان
همکاری میکنند و بنیاد خیریه باران رحمت شعارش پل ارتباطی بین مستمندان و فقرا است و همچنان خنده آوردن یا تبسم آوردن بر لبان هموطنان مستمند ماست. دیگه امید داریم توسط این پولی که بر شما همکاری میکنیم بتانیم حداقل یک چند روز از مشکلات زندگیتان سپری بکنین. انشالله در برنامه‌های بعدی همچنان ما در نظر شما را میگیریم، همراهتان همکاری میکنیم مادر قند. دیگه خداوند دی برکت برده، دی برکت برده. میفهمیم که پول پیدا کردنش مشکلاتش خیلی زیاد است و با این مشکلات خودتان سردچار هستین. کرایه خانه و غذای روزانه همش خیلی دشوار است پیدا کردن و 4000 افغانی پول کم نیست که شما کرا بدید. و هم توسط کراچیوانی نمیشه که یک مرد کراچیوانی کنه. حداقل در یک روز اگر یک مرد کراچیوانی کنه فکر کنم بیشتر از 100 افغانی 1.5 الی 200 زیاد پیدا نکنه. در 200 مشکلات روزه است، مشکلات ماهواره است، مشکلات برق است، هوا است، کرای خانه است. انشالله که مادر قند خداوند این برکت فرده. در برنامه‌های دیگه انشالله حتما دوستا شما را در نظر میگیرن. وقتی که در نظر گرفتن حتما ما خدمتتان میاییم. دیگه خداوند شما را آرام داشته باشه. انشالله از این پول بتانین استفاده درست بکنین. دیگه زحمت‌ها را ببخشین، خوش آرام باشین و تشکری میکنیم از همه شما دوستای بی‌نهایت مهربان و هموطنان نیازمند ما همکاری و کمک میکنین تا حداقل روزگارشان به خیر و خوبی سپری شود. و جا داره تشکری بکنیم از رهبری بنیاد خیریه باران رحمت، از کسایی که همیشه همکاری کردن، سهم گرفتن. خداوند پاداش در این دنیا و در دنیا برتان بده. اوقات خوش داشته باشین. خداوند نگهدار. سلامت باشی مادر قند. خداحافظ. بخیر. زنده باشن. خیلی خدا خیرشان کمک کرد ما. و این خواهشم دارم که سعی کردم کمک کنه. اوضاع ما زیاد خراب است. اولادای مسخدم است. شوهرم سعی کار نمیکنه. خودم تکلیف میده دارم، زخم میده است. دیگه می خواهش دارم که سعی کردم خدا خیرشان بکنه. بنیاد خیریه باران رحمت، آورنده لبخند در لبان مستمندان.